آقا امروز براتون یک ماشین آوردن از دل سیبری. حالا تشریف بیارین جلو. این ماشین پاتریوت روسیه. صاحب ماشین یک مشکلی با این ماشین داره، میگه که تو تابستون زیر پام خیلی داغ میشه. حالا ما بهش پیشنهادی دادیم، اومدیم اول بررسی کردیم، گفتیم شاید نمده اینجا که پشت موتور قرار میگیره که حرارت موتور به زیر پا نرسه خراب شده. دیدیم نه، اصلا ماشین سالمه، دست نخورده است، کم کاره. بهش گفتیم آقا بیا این شلنگ بخاری تو یک دونه شو یک شیر براش سر راش میذاریم، تابستونا کلا این شیر رو ببند، آب داخل رادیاتور بخاری که زیر پا هست نچرخه که گرما تولید کنه. بنده خدا اول که مقاومت کرد، بعد رفته بود سوال کرده و چند جای دیگه اونم همچین پیشنهادی بهش داده بودن. اومد اینجا که ما براش یک شیر بذاریم. یه خطای دائم هم داره، ما سیستم شبکه چنشه، چراغ چک روشن میشه، یه ارتباطی قطعه. هر از گاهی میگه تو دست اندازا چراغ خاموش میشه، چراغ چک بعضی وقتا ما روشن میشه. اونم براشون بررسی میکنیم ببینیم که به کجا میرسه. در خدمتتون هستیم. سلام علیکم خدمت مشتریان عزیز. اینم پایان کار تاکسیه. آقا امروز براتون یک ماشین آوردن از دل سیبری. حالا تشریف بیارین جلو. این ماشین پاتریوت روسیه. صاحب ماشین یک مشکلی با این ماشین داره، میگه که تو تابستون زیر پام خیلی داغ میشه. حالا ما بهش پیشنهادی دادیم، اومدیم اول بررسی کردیم، گفتیم شاید نمده اینجا که پشت موتور قرار میگیره که حرارت موتور به زیر پا نرسه خراب شده. دیدیم نه، اصلا ماشین سالمه، دست نخورده است، کم کاره. بهش گفتیم آقا بیا این شلنگ بخاری تو یک دونه شو یک شیر براش سر راش میذاریم، تابستونا کلا این شیر رو ببند، آب داخل رادیاتور بخاری که زیر پا هست نچرخه که گرما تولید کنه. بنده خدا اول که مقاومت کرد، بعد رفته بود سوال کرده و چند جای دیگه اونم همچین پیشنهادی بهش داده بودن. اومد اینجا که ما براش یک شیر بذاریم. یه خطای دائم هم داره، ما سیستم شبکه چنشه، چراغ چک روشن میشه، یه ارتباطی قطعه. هر از گاهی میگه تو دست اندازا چراغ خاموش میشه، چراغ چک بعضی وقتا ما روشن میشه. اونم براشون بررسی میکنیم ببینیم که به کجا میرسه. در خدمتتون هستیم. سلام علیکم خدمت مشتریان عزیز. اینم پایان کار تاکسیه.